سازمان جهانی فایت نایتس که با تشکیل محاربه‌های رمزی و آمیخته در جهان معروف است، در تاجیکستان ورزشگر می‌جوید. در نظر از ماه فوریه سال جاری در دوشنبه برای نخستین بار محاربه این سازمان برگزار گردد. ما یک شریک کاری داریم که اسمش جبار قربانوف است. وی در گذشته بسیار تلاش کرد که ورزشکاران تاجیک در محاربه‌های آمیخته در روسیه اشتراک کنند. ما محاربه ورزشکاران را دیده به خلاصه آمدیم که در تاجیکستان ورزشکاران خوب کم نیستند. از این خاطر در تاجیکستان با برگزاری محاربه ورزشکاران نو را می‌جوییم. Много рассказывал интересного о том, что здесь это пользуется большой популярностью, мы в этом убеждаемся. اورازیا فایت نایتس که بیشتر با نام فایت نایتس معروف است، یکی از بزرگترین شرکت‌های اوراسیا است که با اشتراک ورزشکاران جهانی مسابقه برگزار می‌کند و با مشت‌زن‌های معروفی که از نام شرکت‌های بزرگ آمریکایی UFC و بلاتور برآمد می‌کنند خدمت منیجمنتی می‌رساند. امکانیت‌های خوب می‌شود برای ورزشکاران، برای معرفی کردن ورزشکاران تاجیک، برای معرفی کردن دولت تاجیک، ملت تاجیک. صالح حسنوف امروز یگانه ورزشگر تاجیک است که با این شرکت شرطنامه دارد و از نام تاجیکستان در محاربه‌های بین‌المللی برآمد می‌کند. مخچکالا 28 январ من می‌خوام در 93 کیلو برآمد کنم. از من تیاری خوبی هستم. بعد از مخچکالا می‌خوام در دوشنبه برآمد کنم در 93 کیلو. بعد مسابقه‌ای که در تاجیکستان می‌گرده ممکن که تیتل بگیرم، تیتل فایت برآمد کنم در 93 کیلو. قسمتی زیادی مسابقه‌های فایت نایتس در شهر مسکو گذرانده می‌شوند. اما وقت‌های اخیر این سازمان تلاش دارد محاربه‌های خود را بیرون از روسیه برگزار کند. ماه یونیو سال گذشته شرکت 6 سالگی خود را جشن گرفت.